امروز دسته خاتلون در میدان خود بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش از دوشنبه برتری در حساب کلوب مرکزی ورزشی ارتش است، چون در 5 بازی اخیر 3 غلبه آنها و 2 مساوی. 5 تغییرات اجازت است در چمپیونات، اما همگی 3 نفر در کرسی بازیکنان احتیاطی این تیم قرار دارد. یک امکانات بسیار هم خوب برای فوتبال بازان دسته خاتلون. فرصت ضربه زنی اکنون پیدا می شود و خدایداد اوزاقов ضربه را اجرا کرد، اما کمی بلندتر این امکانات خود استفاده میبرند. فتح‌الله اینجا ضربه میزند، وضعیت خطرناک است و توپ به ستون دروازه رسیده برگشت، اما داور اشاره کرده ایستاده است که آنجا خلاص اومد بهترش به قفا توجه کند. حالا جانبک شریفов پرتابی بسیار هم خوب از جانب او و در این لحظه مساوی چرونی مبادچوف از فرصتی داشتهش استفاده نمیبرد. بازی بسیار جالب و با سرعت البته از هر دو جانب صورت گرفت، اما ما البته گل رو ندیدیم، هرچند امکانات ها برای هر دو دسته پیدا شد. میتوان با البته انگشت حساب کرد و اکنون قسم دوم رقابت شروع میشه. گمرانی میزان نجات پس این نوبتی بسیار عمالی از جانب او فتح‌الله امکاناتی بسیار هم خوب با وجود میاد. ضربه رو میبینیم یا نه، پاس میدهد فتح‌الله در لحظه آخرین و اکنون معلوم میشود که توپ از میدان بیرون شده است. امکاناتی ضربه زدن هم باقی نماند برایش. باز یک رسالی توپ و چگونه امکانیتی عالی از دست میرود. نوریدین امراقلوف با توپ گذارشی بسیار هم خوب از جانب او ضربه و در این لحظه ببینید که چگونه وضعیت مشکل برطرف می شود. دو بازی دسته خاتلون هم یک دیوار دیگری دفاعی را سازمان میدهند. سنت‌الله اسماعیلov ضربه میزند و میتوان حساب شده شد. بینندگان ارجمند 1-0 و دسته میزبان به پیش میبرد. ضربه جریمه‌ای اکنون بازیگران دسته مهمان برای اجرای ضربه جریمه‌ای تغییر می‌بینند. تو با کناری راست پرتاب می‌شود. ادامه هجوم رو می‌بینیم. رسالی توپ به داخل جریمه‌گاه، فرصت خوب پیدا شد، ضربه و میتوان حساب 1-1. بینندگان ارجمند بالاخره از امکانات خود راست به داخل جریمه‌گاه بار دیگر میتوانید ببینید این وضعیتی به وجود آمده را. مهمان فتح‌الله توپ را از به بازی می‌دارد، ولی نه، با همین بازی امروز خاتمه یافت. بینندگان ارجمند بسیار بازی خوب و دیدنی با اشتراک دسته مذکور، مخصوصا نیمه دوم رقابت بود که هر دو دسته بیشتر کوشش می‌کردند هجوم کنند، وضعیت‌های زیادی خطرناک را به وجود دارند، امتیازها را با هم تقسیم می‌کنند. البته چنین نتیجه وابسته به موقع آنها در جدول مسابقه شاید چندان آنها را قانع نکند.